زندگی ما مثل زندگی صحابه باشد که وقتی صبح میدمد فجر صادق میشوند، زندگی مسلمان با اذان و نماز شروع میشه. یعنی یک مسلمان زندگی خودش را با عبادت شروع میکند. الله تعالی مأمورانی داره از انسانها، از فرشته‌ها، از پرندگان که ندا میدهند. در حدیث وارد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من وقتی که صدای صارخ را میشنوم بیدار میشوم و نماز میخوانم. اون صارخی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صدایش را دوست داره و اون انسان را برای نماز بیدار میکند، اون جارچی در حقیقت در شب خروس هست. چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاة. شما خروس را فحش ندهید، خروس شما را برای نماز بیدار میکند. الان متاسفانه خروسا را جمع کردن که ما را اذیت میکند. همونطور که گاهی شکایت به ما میرسد که صدای بلندگوها را کم کنید که خواب ما را خراب میکنند. اذان صبح ما را اذیت میکند. بچه های ما از خواب میپرند. کسی که میخواهد به استقبال مرگ برود اون با از اذان استقبال میکند، از اذان نمیترسه. کسی که میخواهد به استقبال بهشت برود، از نعمتهای بهشت استفاده کند، اول زندگی خودش را با نماز شروع میکند. با چه شروع میکند؟ وقتی نماز میخوانید گویا که تجدید عهد میکنید با الله تعالی. وقتی خروس اذان میدهند بیدار میشید، وضو میگیرید، 2 رکعت نماز میخوانید، دعا میکنید، مناجات میکنید. این خودش استقبال از نعمتهای الله تعالی است.